سلام، بریم برای اجرای طراحیمون. اول از همه باید بگم که حتما باید موقع نقاشی کشیدن یک کاغذ زیر دستتون باشه که دستتون حین نقاشی سیاه نشه و نقاشیتون رو لک نکنه. برای شروع میریم سراغ چشم. برای اجرای چشم برای شروعش اول از مداد هاچبه معمولی استفاده میکنیم. مداد هاچبه همون مدادهای معمولی هستن که ما برای نوشته و کارهای عادی ازشون استفاده میکنیم که الان توی نقاشی من میخوام ازش استفاده بکنم تا شما ببینیم که با ابزارهای ساده هم میشه نقاشی های قشنگ کشید. اگر که مارک مداد من رو میخوایی بدونین، مارکش آریا هست، مارک ایرانیه. مارک های مختلف ایرانی هاچبهشون ممکنه که تون رنگشون با هم دیگه فرق داشته باشه، یعنی بعضیشون تیره هستن، بعضیشون ممکنه کم رنگ و خشک باشن. مارک آریا یه مارکی که نه خیلی تیره میکنه و نه خیلی کم رنگ، یه در مغزش در حد متوسط است. خب برای شروع ببینید که من خط دایره دور قرنیه رو کشیدم، دایره وسط رو هم کشیدم و با همین مدادی که توی دستمه سایه زدم و تیرش کردم. خط پلک رو میکشم به نسبت ضخامتی که خط پلک بالایی داره، من میام اون رو میکشم. باید نگاه کنید ببینید از گوشه داخلی چشم تا گوشه بیرونی چشم ضخامت خط پلک به چه میزان هست و این ضخامت به سمت داخل چشمه یا به سمت بالا و پلک هست و با توجه به طرح این ضخامت رو اجرا کنید. ببینید خط پلک پایین نور خورده و روشن هست، مشخص نیست. برای اینکه این خط پلک چون نور داره، خب قطعا باید یک جای تیره بشه تا روشنی خط پلک مشخص بشه. تیرگی میره سمت سفیدی داخل چشم که گوشه چشم هست و همچنین زیر چشم. وقتی که با تیره کنین این سفیدی پلک پایین مشخص میشه. کیسه اشک چشم هم خیلی تیره است، تیرگیش رو اجرا میکنیم، ولی حواستون باشه موقع گذاشتن سایه ها به هیچ عنوان نباید کل تیرگی رو همون بار اول اجرا کنید. باید لایه لایه و کمرنگ کار کنید تا به تیرگی طرحتون برسید، به اون تیرگی که لازم هست. کل قرنیه رو من یک لایه سایه میزنم. میبینید که قرنیه کاملا تیره هست. من نمیام اینجا فشار دستم رو زیاد بکنم که کل قرنیه یک جا همون بار اول سیاه بشه، بلکه لایه لایه روی هم سایه میزنم تا به تیرگی مد نظر برسم. اگر با مداد هاچبه نتونستین تیرگی مد نظر رو به دست بیارین، میتونید از مدادهای شماره ب که مداد داریم، از شماره B1 داریم تا B12 و حتی بالاتر هم ممکنه باشه که معمولا از B6 یا B8 استفاده میکنیم برای ایجاد تیرگی ها. شماره مداد، شماره های B هر چقدر که بالاتر برن تیرگی بیشتری به ما میدن و در عوض مدادهای مقابل مدل هاچ هستن که هر چقدر که شمارهشون بیشتر بشه خشک و کمرنگ تر هستن. نقطه مقابل مدادهای B که ما توی نقاشی از مدادهای سری H استفاده نمی کنیم، فقط از مداد معمولی هاچبه و مدادهای B استفاده می کنیم. من از B8 و B2 استفاده کردم. از B2 هم خیلی کم استفاده کردم و بیشتر کار رو با مداد هاچبه و مداد B8 اجرا کردم. با یک دونه مداد هم میشه کار کرد، فقط نقاشی رو کشید. من از B8 برای تیرگی های خیلی شدید استفاده کردم فقط، وگرنه اکثر کار رو حدود شاید میشه گفت 80% کار رو من با همین مداد هاچبه معمولی کشیدم. ببینید این قسمت گوشه چشم رو تیره هست. خب تیرگیش رو باید در نظر داشته باشین که از چه قسمت تا چه قسمتی هست، شکل فرمش چجوریه و میزان تیرگی چقدر هست و اون رو اجرا میکنیم. برای شروع کار نیازی نیست کل تیرگی رو یک جا بیاریم. باید اول تیره ترین قسمت ها رو با یه سایه کمرنگ مشخص بکنیم
که شبیه به طرح اصلیمون بشه و بعد میایم کم کم با ایجاد سایه های بیشتر و تیره کردن قسمت هایی که تیره تر هستن فرم و شکل و حجم میدیم به کارمون. تیرگی ها توی نقاشی همیشه فرو رفتگی ها رو نشون میدن. برجستگی ها رو هم با روشنایی و نور ما ایجاد میکنیم و به وجود میاریم. یعنی اگه جای سایه نخوره یا کم سایه بخوره یا اینکه سایه بخوره اما پاکنکاری نیاز داشته باشه، اون قسمت برجسته است. و جاهایی که تیره هستن معمولا برای فرو رفتگی هاست. خب ببینید ابرو رو میخوایم کار کنیم. اول یه زیرساز من میزنم. خب فرم تار ابروها رو ببینید از کجا به کجا شروع میشن، شیبشون چه میزان هست، بلندیشون چقدره و اینکه ضخامتشون چقدره. با توجه به همه اینها ما شروع میکنیم از روی طرح کشیدن ابرو رو. اول کار هم جای ببینید تاج و وسط ابرو چون کمی تیره تر هست، قبل از اینکه تارهای ابرو رو بکشیم یه کمی میایم اون رو سایه پردازی میکنیم. یه سایه زیرساز میزنیم که یه تیرگی به ما بده. تا حدودی کادر ابرو رو من مشخص میکنم جای ابرو رو. بعد میام برای تیره تر کردن طرح. اینجا از مداد B2 استفاده کردم. شما میتونید از B6 یا B8 هم استفاده کنید. اجباری نیست که حتما از B2 استفاده کنید. من برای شروع طرح بود تست کردم چند تا مداد رو که ببینم در نتیجه کدوما بیشتر و بهتر به کار میاد، که آخر کار هم معمولا به HB و به 8 که بیشتر به کار برده شدن. اینجا دارم از B2 استفاده میکنم که البته شما گفتم که میتونید از B6 یا B8 هم استفاده کنید. این هم مداد B6 هست. برای شروع کار تست میکردم ببینم کدوم بهتره، ولی ادامه طرح رو که بعداً ضبط کردم از همون HB و B8 استفاده کردم فقط. خب ببینید این قسمت ها تیره تر هستن. من لایه به لایه تیرگی ها رو اضافه میکنم. قسمت بالای قرنیه تیرگی خیلی بیشتری داره نسبت به پایین به خاطر سایه پلک که روش میفته. الان توی این فیلم که دارین مدل رو روی گوشی میبینید شاید به نظرتون تیرگی مطلق باشه قرنیه چشم، اما طرح اصلی یک کوچولو قسمت پایین قرنیه روشن تر هست. برای همین من قسمت بالا رو تیره تر میذارم نسبت به پایین. قطعا توی فیلم طرح اصلی با نقاشی که کنار هم قرار بگیرن یک سری تفاوت‌ها درشون وجود داره. تماماً به ذره فرم هر شکل و خطی که توی طرح اصلیمون هست باید توجه بکنیم. ببینیم خط قطرش چقدره، میزان تیرگیش چند درجه است، از کجا تا کجا کشیده شده، چه شکلی داره و بعد به نسبت اون میایم سایه پردازی رو انجام میدیم. اینجا چون تیره تر هست ببینید من لایه به لایه سایه ها رو اضافه میکنم. اینم مداد B8 مونه که بقیه کار رو قراره باهاش اجرا بکنه. B8 تیرگیش نسبت به بقیه مدادهای B2 و B6 که استفاده کردم خیلی بیشتر. گفتم که شماره مداد هر چقدر که بره بالاتر توی سری B تیرگیش بیشتر میشه. مغزی مداد که پررنگتر و نرمتر هست. برعکس مدادهای H. میبینید که چه تیرگی رو به ما میده توی همون یک لایه اولی که میزنیم. معمولا برای راحتی کار
ما میایم از مدادهای تیره استفاده میکنیم، وگرنه از همون یک دونه مداد معمولی HB هم برای کشیدن نقاشی میشه استفاده کرد. ولی خب قطعا برای اینکه به یه درجه تیرگی برسیم مثلا ممکنه که 8 لایه 10 لایه یا حتی بیشتر با یک مداد معمولی باید سایه بزنیم تا به یک درجه از تیرگی برسیم. ولی مدادهایی که سری بی که شمارهشون میره بالاتر میان این تیرگی رو توی همون 1 یا 2 لایه اول به ما میدن و کار رو راحت تر میکنن. برای همینه که مدادها رو توی سری های مختلف و شماره های مختلف میسازن که مستقیما ما بریم سراغ اون. شبیه به جدول تونالیته هستن. مثل این میمونه که B1 خونه اول جدول تونالیته است، B2 خونه دومه که مثلا 2 تا لایه سایه میزدیم روی هم. آموزش جدول تونالیته توی آموزش های قبلی هست، حتما ببینید. دیگه وقتی که شماره های مختلف مداد رو داشته باشین مثل اینه که نیاز به جدول تونالیته نداریم و دیگه راحت میتونید از همون مدادتون خب هر درجه‌ای که داره استفاده بکنید. مثلا یک جا درجه تیرگیش از روی جدول تونالیته که نگاه کنید درجه تیرگی 3 هست، دیگه نیازی نیست با مداد معمولی 3 لایه سایه بزنید، میان مثلا از مداد B3 استفاده میکنید و با یک لایه دقیقا همون تیرگی رو به شما میده. یک سری جاها قسمت‌های تیره به سمت روشن حرکت میکنن. یک جای یک مرز یک تیرگی مطلقی داره که هر چقدر به سمت نور میره این سایه باید کم رنگ تر بشه. الان اینجا زیر چشم رو ببینید شما، پایین که خطش هست تیره تره و هر چقدر بالا و به سمت چشم نزدیک میشه این تیرگی کمتر میشه و کم رنگ تر میشه. میبینید که اینجایی که به سفیدی میخوره الان من از مداد HB استفاده کردم و از B8 استفاده نکردم چون تیرگی زیاد نمیخوایم و ما تیرگی خیلی کمی رو میخوایم. هر جا بخوایم سایمون کم رنگ باشه علاوه بر این که فشار دستمون رو کم رنگ میکنیم باید از مداد HB یا مدادهای سری B با درجه خیلی پایین مثلا 1 و 2 استفاده بکنیم. موقع سایه زدن هم به فرم جایی که میخواین سایه بزنیم دقت بکنید. ببینید که مثلا فرو رفته است، برجسته است، اون قسمت تخت صاف چجوریه و در جهت فرمی که داره سایه بزنید. خب الان من این سایه زیرساز که تا اینجا زدم رو با استفاده از براش آرایشی میامون رو محوش میکنم. ببینید براش آرایشی من نوکش موهاش تقریبا میشه گفت حالت فشرده داره و زیاد نرم نیست، یه کوچولو زبره. کلا برای نقاشی استفاده میکنم. ببینید در جهت فرم شکلی که داریم باید سایه بزنیم، نه اینکه براش یا حالا از قلمو هم میتونید استفاده کنید و اگر از قلمو استفاده میکنید باید حتما در جهتی که فرم اون شکلمون هست سایه بزنیم. ببینید زیر چشم حالت نیم دایره و هلالی داره، من به همین صورت سایه میزنم، پشت پلک رو هم به همین صورت. حواستون باشه قسمت های روشن رو یهو قلمو یا براش آرایشی رو نذارید روی قسمت روشن و بکشید چون ممکنه که براشتون سایه و اون مغز مداد گرافیتی توش باشه و باعث بشه که یهو یه تیرگی به اون قسمت سفیدی شما بده و اگه بخواید با پاکن تمیزش کنید یا از لایه های اون کم بکنید، این تیرگیش رو کم بکنید، ممکنه که کارتون لک بشه. پس حواستون باشه اول جاهای کم رنگ رو با استفاده از براشتون بیایید محو بکنید و بعد برین سراغ قسمت های تیره. بعد از اینکه قسمت های تیره رو هم محو کردین حتما قلموتون رو روی دستمال کاغذی یا روی یک کاغذی بکشید تا اون پودر گرافیت اضافیش گرفته بشه. حالا میایم دوباره قسمت هایی که نیاز به تجدید سایه دارن و نیازه که تیرگیشون رو بیشتر بکنیم بهشون تیرگی اضافه میکنیم، سایه اضافه میکنیم که تیره تر بشن.
خیلی آروم با فشار دست کم این کار رو انجام میدم و کم کم محو میکنم ببینم به اون تیرگی دلخواه رسیده یا نه. ببینید میزان اون تیرگی و روشنی که برای هر قسمت اجرا کردیم داره کم کم فرو رفتگی و برجستگی های چشم رو به ما نشون میده. خیلی دقت بکنید، با صبر و حوصله تموم نقاشی بکشید. من باز اینجا با اینکه الان فیلم در حالت عادی هست و سعی کردم که در حالت نرمال ضبط رو اجرا کنم براتون، با این حال یک کمی با سرعت کار میکردم و نقاشی رو کشیدم، چون میخواستم که زمان فیلم خیلی زیاد و طولانی نشه که کسل یا خسته کننده بشیم. و تعداد قسمت‌های کمتر اما با آموزش مفید و گفتن کل نکات و بدون اینکه ضبط رو و فیلم رو روی سرعت یا دور تند بذارم و در حالت عادی باشه. برای همین باز هم یک کوچولو سریع کار کردم. شما لطفاً وقت بذارین، با صبر و حوصله و آهسته آهسته کار بکنید، چون هر چقدر وقت بیشتری بذارین روی کارتون، هم نقاشی هم کارهای دیگه قطعا نتیجه بهتری از اون کار میگیریم. الان با استفاده از پاکن نورهای چشم رو اضافه میکنم. گوشه چشم و داخل چشم رو، سفیدی مطلقی که قرنیه چشم داشت رو هم دیدین که با استفاده از خودکار سفید اجرا کردم. شما میتونید هم از خودکار سفید استفاده کنید هم از گواش سفید. جاهای دیگه اگر نوری داره، چون کم رنگتر هستن اون نورها و شدید نیستن، با استفاده از پاکن اتودی یا پاکن مثلا مونوزیرو میتونید استفاده کنید. پاکن فرچه‌ای و پاکن خمیری هم بعضی جاها میشه که استفاده کرد. میایم و نور و روشنی ها رو میذاریم. تارهای ابرو رو ببینید با استفاده از مداد B2 الان من گرفتم دستم، برای اینکه یه کمی تیره تر هستن این قسمت تار ابروها و اینکه حتما موقع نقاشی باید نوک مدادهاتون تیز باشه. نوک تیز برای کشیدن تار مو به کار میاد و ما تقریبا مداد رو باید به حالت عمود و بلند روی کاغذ بگیریم. این ته مداد نسبت به کاغذ ما باید بالاتر باشه، اما برای سایز زدن با نوک تیز باید ته مداد با کاغذ فاصله کمی داشته باشه و ما خودمونم انتهای مداد رو توی دستمون بگیریم و از پهنای نوک مداد سایه بزنیم. همیشه موقع کار باید مدادهاتون نوکشون تیز باشه، چه طراحی چه مداد رنگی، موقع هر نقاشی با هر تکنیک. ببینید تار موها رو حتما دقت بکنید به چه جهتی هستن، از کجا تا کجا میرن و بعد اونها رو آروم آروم بکشید. نه یعنی یکی و همون بار اول تارهای ضخیم و خیلی پررنگ بکشید. اول فرمشون رو، جهتشون رو، شکل و اندازه تارها رو مشخص بکنید کمرنگ و آهسته، و بعد بیاین بهشون فرم و حجم بدین با استفاده از فشار دستتون و تعداد خطهایی که روی همدیگه میکشین تا اون تارها یا دست موهای ابرو رو ایجاد بکنید. این قسمت چون تیره تر هست میبینید که من بیشتر روش کار میکنم. الان میایم با استفاده از براش، ببینید براش رو حتما باید در جهتی که تار ابروها کشیده شدن بکشیم، جهت مخالفش نباید انجام بدیم. یک کمی کناره‌تر و خارج‌تر از کادر ابرو رو من با استفاده از مداد هاچبه سایه میزنم که میخوام چون تار ابروها رو بکشم و نوکش میاد روی اون، بعد موقع سایه زدن پوست و اطراف چشم به مشکل نخوریم. خیلی آهسته و آروم سایه میزنیم که آماده بشه برای کشیدن تار ابروها. بقیه سایه صورت رو هم بعد از کشیدن هر دو چشم، بینی و لب، میریم سراغ سایه کل صورت، بعد هم موها و بعد هم پیراهن و لباس.
کل آموزش ها رو به همین صورت با ریز جزئیات با سرعت عادی براتون قرار میدم. فعلا این اولین چهره‌ایه که ضبط کردم. انشالله بعد از این قراره که کلی چهره دیگه هم ضبط بشه و همچنین آموزش های دیگه، فقط مختص به چهره نیست، براتون ضبط میکنم و میذارم. اگر طرحی مد نظرتونه، سوالی دارین، حتما توی نظرات و کامنت ها بپرسین که بهتون پاسخ بدم. سایی که دور ابرو زده بودم رو با استفاده از براش حالا یا قلم ها میتونید استفاده کنید. محوش میکنم و دوباره برمیگردیم سراغ تار ابرو. اینجا من از B2 استفاده کردم، میتونید از B6 یا B8 هم استفاده کنید برای تیرگی ها. این قسمت چون تیره تر هست، تار ابروها رو ببینید تعداد لایه‌اش رو بیشتر میکنم برای هر خطی که میکشم که تیره تر بشه. یک کمی هم فشار دستم رو بیشتر میکنم. الان این طرحی که کشیدیم تقریبا میشه گفت که باز هم یه جورای زیر ساده، یعنی باز هم جزئیات ریزکاری داره و این جزئیات و نکات اصلی کار رو آخر کار پیاده میکنیم. یعنی کل طرحمون رو به همین صورت ما میکشیم و در انتهای کار میایم سراغ بررسی و بازبینی طرحمون و یک سری جاها نیاز داره مثلا به پاکونکاری، یک سری جاها نیازه که نورها و سایه ها تشدید بشن و بیشتر بشن که انتهای کار میایم با بازبینی طرحمون این جزئیات رو کم و زیاد میکنیم. پس اگر الان انتهای این فیلم رسیدیم و جایی به نظرتون رسید که مثلا نسبت به طرح اصلی شبیه نیست و متفاوته، این رو در نظر داشته باشین که ما انتهای کار دوباره روی همه جزئیات به همشون نگاه میکنیم و بررسیشون میکنیم و کم و زیادهاشون رو میگیریم. گفتم که نیازی نیست همون اول کار که از یک جای شروع میکنیم به کشیدن حتما تموم کار رو همون لحظه تموم بکنیم، همش رو اجرا بکنیم بیاد بره. نه، گاهی لازمه که یک سری جاها رو نگه داریم برای آخر کار، چون همیشه نقاشی باز هم میزان سایه هایی که داره ممکنه که با طرح اصلی متفاوت باشه و گاهی تیره و روشن میشن و اینکه توی فیلم هم که شما دارین میبینید قطعاً با اون چیزی که من دارم به صورت واقعی و جلو میبینم تفاوت داره. میزان سایه هایی که زده میشه، میزان نورهایی که توی طرح دیده میشه، همه اینها با هم دیگه متفاوت هست. اما من تا جایی که میتونم خودم هم از روی گوشی نگاه میکنم، از روی فیلم که دیدم نسبت به شما یکی باشه و بدونم چه جاهایی رو باید کم و زیاد بکنم که مشکلی هم برای شما پیش نیاد. اگر طرح اصلی رو از توی اینترنت پیدا کردین که خیلی هم عالی، اگر نه و لازم داشتین طرح رو برای کشیدن، آیدی روبیکاتون رو توی نظرات برای من ارسال بکنید، من حتما توی روبیکا طرح رو براتون میفرستم. دوباره قسمت های تیره رو من سایش رو بیشتر کردم و الان با استفاده از براش میام که این سایه ها رو محو میکنم. ببینید در جهتی که هستن حواستون باشه اون سایه ها رو جایی که هستن محوشون بکنید، نکشید ببرین قسمت های روشن تر و به فرم جایی که دارین اونجا رو سایه میزنید یا سایش رو محو میکنید هم دقت بکنید در چه فرمی هست، به چه جهتی هست و به همون سمت شما قلمو رو باید حرکت بدین روی کاغذ. میام سراغ پاکن، دوباره جایی که نیاز به نور و روشنی داره یه کوچولو با استفاده از پاکن اتودی اضافه میکنم اون نورها رو. ببینید که کار چه بعد و حجم گرفته، اما باز هم ابرو و یک سری جاهای دیگه ریزه کاری داره که انشالله بعد از کشیدن کامل طرح میایم این کم و زیادهاش رو میگیریم حتما.
دیگه تقریبا داریم به انتهای کار میرسیم. موجه های چشم رو هم آخر کار میکشیم. الان من موجه براش نمیکشم کلا بعد از اینکه طرح رو به اتمام رسوندیم، چون ممکنه که اطراف چشم نیاز به سایه پردازی داشته باشه. انتهای کار که گفتیم میخوایم کم و زیاد رو بگیریم و اگر نیاز به سایه پردازی یا پاکن داشته باشه و اگه موجه بکشیم ما ممکنه که اونجا به مشکل بخوریم و نشه پاکن و سایه کاری رو به خوبی اجرا کرد. برای همین موجه ها رو میذاریم همیشه انتهای کار بکشیم. خب اینم از چشم ما که تقریبا تموم شده.